بار دیگر سلام میگم به بینندگان بینیت عزیز رادیو زودی و شالو گلخوجه هستم چون همیشه ساعت 10 با سرخط خبرهای روز در خدمت شما و فراموش نکنید که در دوام روز یعنی 3 ساعت پس برای شما برنامه خبری پیشنهاد می شود و حالا موضوعی رو که من میگویم در این برنامه تقدیم شما خواهیم کرد، البته با اضافه موضوعی که در دوام روز بازم به دست ما خواهد رسید. وزارت عدلیه تاجیکستان روی از بین بردن سربازشکار و یا خود ابله و در کم کردن مهلت خدمت حربی می‌بیند. مسئولان این وزارت امروز در نشست خبری گفتند با این منظور لایحه قانون را با حکومت ارائه کردند که تا نیم سال پایین بردن مهلت خدمت حربی را در بر میگیرد. آیا این پیشنهاد قبول می شود یا نه هنوز معلوم نیست و نگفته نماند که در سالهای اخیر این باری چندم است که از سوی وزارت‌های کشور این گونه پیشنهاد صادر می‌دهد. در برنامه خبری ما به این موضوع رو می‌آوریم. از ادامه مبارزه دست میکشم. در نویه فیض‌آباد نامزدی روزنامه‌نگار 35 ساله توجیک زرقبک سعید امینی را برای اشتراک در انتخابات پارلمانی ماه مارت رد کردند. زیارتچو اکرمزاده رئیس حوزه انتخاباتی رقم 11 در فیض‌آباد گفت این تصمیم بعد آشکار شدن چند امضای به قبل او قلبکی گرفته شد، ولی خود روزنامه‌نگار چنین ادعا را بی‌اساس می‌داند و میگوید برای اثبات میل و یا مبلغ زیادتی ندارد. چرا را در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان امیدوار است که روسیه به وعده‌اش در مورد راه‌اندازی عفو تکراری مهاجران اخراج شده تاجیک وفا می‌کند. این مسئله سال گذشته دو مرتبه در ملاقات سرانی هر دو کشور مطرح شده بود. حالا صدها هزار مهاجران تاجیک دیپورت شده از 2 تا 15 سال حق ورود به روسیه را ندارند. یکی از موضوع برنامه ما همین خواهد بود و ما برای شما همچنین نظر مهاجران اخراج شده را نیز پیشنهاد خواهیم کرد. سازمان جهانی بهداشت از کشورهای جهان خواست برای مبارزه با ویروس نو و پیشگیری از گسترش آن میلیون‌ها دلار اختصاص بدهند. ویروس نو که آخر ماه دکامبر پیدا شد تا حال 563 نفر را کشت و 28,000 کسی دیگر را بیمار کرد و در دیگر کشورهای جهان 191 نفر به این بیماری نوی چینی روحی نفس گرفتار شدند. کمیته دفاع از خبرنگاران مقرش در نیویورک روز 6 فوریه با نشر یک اظهارات از مقامات تاجیکستان خواست که روزنامه‌نگار دلیر شریفов را بدون تأخیر رها نموده اتهامات علیه او را بکار و به او اجازه بدهند که بدون هیچ گونه ممانعت فعالیت خود را ادامه بدهد. گلنوزه سعید هماهنگساز برنامه‌های کمیته دفاع از خبرنگاران برای آسیای مرکزی گفت که مقامات تاجیک قبلا تقریبا همه صداهای مستقل را از کشور بیرون راندند. بنابراین این محکمه تلاش آشکار برای خاموش کردن کمشمار منتقدان رسانه‌ای در پیشروی انتخابات است. دلیر شریفov روز 28 ژانویه بازداشت و 2 روز بعد از جانب دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه برای 2 ماه به حبس گرفته شده است. مقامات او را به برانگیختن کینه و دعوت ملی و مذهبی متهم می‌دانند، اما نزدیکان و دوستان شریفov این اتهامات را بی‌اساس می‌خوانند. بینندگان عزیز، این چند نامگوی موضوعی بود که ما تلاش میکنیم در برنامه خبری برای شما نمایش بدیم و امیدواریم که چون همیشه در بخش مستقیم برنامه که ساعت 5 با وقت تاجیکستان، ساعت 3 با وقت روسیه و ساعت 1 با وقت پراگ منظورتون می شود، ما رو همراهی خواهید کرد. روزی مبارک داشته باشید.